جناب حر ابن یزید ریاحی بود. بلند شد به خانمش گفت منو خواب مسخره میکردم، میرم با فرزند پیغمبر درگیر بشم، به من بشارت بهشت میدم. اونقدر نجیب بود به امام حسین هم اقتدا میکرد، با امام حسین نماز میخوند. حر جلوش گرفت گفت نمیذارم بری، باید بیایی کوفه. اونجا گفت که سکلت که اماک. حر اینجا یه جمله گفت ای کاش ما اونجا بود، میافتادیم پای حر رو میبود. گفت آقا جان مادرت زهراست، چی بگم؟ جنگ رو شد، اما دلشورگی تمام وجودش گرفته. حر رو این جهان داریم چه کار میکنیم؟ فردا به پیغمبر چه جوابی داره امت؟ چه کار داریم؟ تصمیمش گرفت. با اون خادم، با غلامی که داشت، غلامش هم مالق شد. غلامش گفت میترسی حر؟ من فکر نمی کردم پهلوانی مثل تو بترسه. گفت آخه نمیدونی چی تو دلم میگذره، فرزند پیغمبره، پیغمبر تو سینه خودش اینو نگه داشته. گفت میخوای چیکار کنی؟ گفت من تصمیم گرفتم. بالاخره شمشیر گذاشت، کفشو انداخت دوشش، سپر رو پایین انداخت، خودش رو پایین رسوند. چه پذیرایی کرد، حلی من توبه. تا حر سرش انداخت پایین، گفت انا جعجت تو بکر و به اهلک. یا حسین من تو رو به این روزگار انداختم. فوراً جلوش گرفت، گفت اعتراف نکن. دستش گرفت برد، سرش انداخته بود پایین. اون مقدار هم امام حسین راضی نشد که سرفکنده باشه. سرفکنده نیست، کار بزرگی کرده. گفت ارفع راسک یا شیخ، سرت بگیر بالای یا شیخ، سرت پایین ننداز.